در دنیا رقم عذابها الله فرستاده. یکی از عذاب عظیم خدا توفیق گرفتن از انسان است که انسان نتونه سجده بکنه. انسان نتونه سجده بکنه. یکی از بزرگترین عذاب پروردگار و ذلیل شدن و خوار شدن این است که انسان قرآن بلد باشد ولی قرآن نخواند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود عرضت علی ذنوب امتی، گناهان امت را به من پیش کرده شد، فلم ار ذنبا اعظم من آیه من القرآن، من هیچ گناه بزرگتر و عظیمتر ندیدم از این که کس را خدا یک آیت یاد داده، یک آیت از قرآن بلد است یا یک سوره از قرآن بلد است و اون را فراموش کرده و نمیخوانه. هیچ گناهی عظیمتر از این من ندیدم. عزیز من، این خیلی خطرناک است. وقتی توفیق خواندن قرآن از ما گرفته می شود، بزرگترین نعمت خدا از ما گرفته می شود، بزرگترین توفیق الله از ما گرفته